Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Führerschein mit Demo, Bogen 2. بررسی سوالات گواهینامه بوگن دوم سوالات 2025. خب بریم اولین سوال بررسی بکنیم. گفته که was versteht man unter defensiven Fahren؟ خب defensive یعنی چی؟ ما در کنار توضیح و تفسیر یه پاورپوینت هم اینجا داریم که همه این سوالا همه این کلمات رو اینجا بررسی کردیم و دونه دونه اینجا گذاشتیم که شما راحت تر یاد بگیرید و کلمات رو هم در کنار حل سوالات یاد بگیرید. اگه زبانتون رو خوب کنید، دایره لغاتتون رو ببرید بالا، خیلی از سوالا رو همینطوری که بخونید کاملا منطقیه و میتونید راحت جواب بدید. دیفنسیو فاغن یعنی تدافعی رانندگی کردن. یعنی چی؟ یعنی با احتیاط و پیش بینی اشتباه دیگران. یعنی ببینی که این اشتباه میکنه نمیکنه، حواست باشه چه خبره. خب چی میفهمیم؟ میگه که nicht auf dem eigenen Recht bestehen. یعنی چی؟ یعنی که آقا از حق جای کوتاه بیا، نه او که مال منه باید برم حتما الا بالله. آقا کوتاه بیا بذار یکی بره رد راه بده فلان و اینا. کسی که با احتیاط رانندگی میکنه آره این کار انجام میده. مشخصه. mit vielen anderen rechnen. بچا rechnen mit رو اونایی که جلسه پیش با ما بودن یاد گرفتن. یعنی احتمال دادن چیزی. یعنی احتمال میده که دیگران هم اشتباه بکنن، نه؟ آره rechnen mit یعنی چی؟ انتظار داشتن، در نظر گرفتن. حواست هست منتظری که یکی هم اشتباهی بکنه. vorsorglich an jeder Kreuzung anhalten. میگه با احتیاط پیشگیرانه سر هر چهارراهی چی میسته. بچه vorsorglich یعنی احتیاطی پیشگیرانه که تو این سوال نه این نیستش. همون دوتا بالاییه که خیلی قفلی نمیزنه که الا بالله این حق منه و اینکه حواسش از انتظار داره که دیگرانم اشتباه کنن و این دوتا جواب هستش. خب یه فیلم اینجا داریم گفته که bitte starten Sie den Film um sich mit der Situation vertraut zu machen. خب بریم فیلمو ببینیم. گفتم دیگه اینجا نوشته که insgesamt 5 mal 5 بار میتونید فیلمو ببینید. سعی کنید که هر 5 بار هم ببینید. چیز رو از دست نمیدید. شاید تو بار پنجم یه چیزی دیدید که تو بار اول دوم سوم ندیدید. داریم رانندگی میکنیم. فعلا خبر خاصی نیست. جلومون نگاه کنید ترافیک کوچولوه، پشتمون یه ماشین قرمز داره میاد. یه راهنما زدیم که بپیچیم به چپ. یه بار دیگه نگاه بکنید. این تو بار اول معلوم نمیشه. خواه نگاه بکنیم از اون پشت ماشین سفیده هم یه کسی یه حرکتی کرد داشت میومد جلو. نگاه بکنید تا لحظه آخر. جلوی ترافیک ریزی داریم. بعد سمت چپ رو نگاه بکنید. یکی اینجوری داشت میومد که پاشم معلوم شد در انتها. خب میگه که warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren؟ بچه bremsbereit رو تو جلسه پیشم بررسی کردیم. یعنی که آماده ترمز بودن. چرا باید آماده ترمز باشیم؟ weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet. چون یه بچه‌ای دیدیم میخواست بیاد. آره پاش معلومه تو عکس. weil der weiße Transport anfährt. نه وسیله نقل سفیده نمیخواد حرکت بکنه. مثلا anfahren یعنی حرکت کردن، شروع به حرکت کردن. فاربان هم که این سطح خیابون مسیر عبور که بچه میخواد بیاد. weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist. بچه unübersichtlich یعنی که نامشخص، دید ناکافی داریم، نمیبینیم. آره دیگه جلومون رو ما خوب نمیبینیم. میخوایم بریم به چپ بعد توی ترافیک و دید کافی نداریم. خیلی مشخص و واضحه این سوال. حتما تو اینجور سوالا ویدیو رو چندین بار ببینید. خب این قسمت گفته که warum müssen Sie in dieser Situation beachten؟ چیز ببخشید was به چی باید تو این شرایط توجه بکنید؟ نه was müssen Sie in dieser Situation beachten؟ یه اتوبوسی داریم میبینیم توی بوس هالتشتلی آدم دارم سوار میشه، ماشین قرمز داریم میاد، پشتمون هم چی خبر خاصی نیستش. خب گفته که Sie dürfen بعد گفته که Warnblinklicht an اون فلشرها روشنن. Sie dürfen in keinem Fall vorbeifahren. میگه تحت هیچ شرایطی اجازه ندارید vorbeifahren کنید، یعنی رد بشید از اونجا. اوکی vorbeifahren کنار چیزی عبور کردن. keinen Fall هم که به هیچ وجه. نه اینطوری نیست، یعنی میتونیم رد شیم، خبر چیزی نبود که. nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. بچه Schrittgeschwindigkeit اون سرعت یواش و اینا، اصلا خیلی سرعت پایینی و اینا ها. آره چون یه سری اتوبوس و اینا آدما میخوان پیاده شن، میخوان سوار بشن،
حواسمون باید به این موضوع باشه. Nur vorbeigefahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. بچه Gefährdung خطر، ausgeschlossen sein یعنی وجود نداره. خب آره دیگه، میگه فقط زمانی رد بشیم وقتی که هیچ خطری اونا رو تهدید نمیکنه و تموم شده، یعنی همه سوار شدن، اتوبوس هم حرکت کرده و کسی آبری و اینایی تو خیابون نیست. که خیلی منطقی دیگه، نه خیلی واضحه به نظر من کاملا. خب قسمت بعدی میگه Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig؟ بچه gerade zu stehen gekommen اینجا معنیشو داریم، یعنی که متوقف شده. zum Stehen gekommen نه؟ خب میگه متوقف شده، چه کار باید بکنیم؟ ein oder aussteigende Fahrgäste، کسی که دارن سوار میشن و پیاده میشن، dürfen nicht gefährdet werden، یعنی حواسمون باشه که به خطر نندازیمشون. آره اجازه نداریم، یعنی نباید به خطر بیفتن. dürfen nicht behindert werden، بچه behindern یعنی مانع شدن، میگه نباید مانعشون بشیم. آره dürfen mit der Hupe gewarnt werden، بوق بزنیم و حواسشون رو جمع کنیم. نه چرا باید بوق بزنیم؟ بی خودی بوق نمیزنیم ما. بوق حواستون باشه، الکی بوق نمیزنیم. اینو تو ذهنتون داشته باشید که مشخصه دیگه اصلا. سوال پنجم میگه که in welcher Situation ist das Überholen unzulässig؟ بچه Überholen یعنی سبقت گرفتن. Überholen اینو تو جلسه قبلی هم خیلی بررسی ما کم کم این کلمات رو داریم میبینیم که داره تکرار میشه. نه unzulässig یعنی غیر مجاز، ممنوع. این کلمه هم زیاد میاد، اینو تو ذهنتون داشته باشید. Überholen unzulässig. خب میگه که چرا تو این تو کدوم شرایط سبقت غیر مجازه؟ بخونیم معنی کنیم کامل راحت میتونیم جواب بدیم. Wenn ich den nötigen Seitenabstand nicht einhalten kann. بچه abstand یعنی فاصله، nötiger Seitenabstand یعنی فاصله جانبی لازم، einhalten رعایت کردن. همه را نوشتم اینجا. میگه وقتی که نمیتونم فاصله جانبی رو، خب آره دیگه، وقتی که نمیتونی فاصله رو رعایت کنی نباید سبقت بگیری. Wenn ich den Überholvorgang nicht vor dem Beginn eines Überholverbots beenden kann. خب چند تا کلمه داره. Überholvorgang اون فرایند سبقت گرفتنه. Überholverbot یعنی ممنوع میشه و beenden هم به پایان رسه. میگه چی؟ میگه که وقتی که من نتونم، یعنی اون فرایند سبقت رو تا جایی که سبقت ممنوعه رو به پایان برسونم. آره منطقی دیگه، یعنی تا جایی که سبقت ممنوعه ما باید سبقت رو بگیریم و تمام کنیم و ادامه راه بریم. Wenn ich den Überholvorgang nicht vor einer Kuppe beenden kann. بچه کوپه یعنی برآمدگی جاده، جایی که دید ناقصه، مثل سربالایی یا اینا. میگه وقتی که چی؟ اون پروسه سبقت گرفتن نیست قبل از یه مشکل، یه چیزی، یه برآمدگی، یه دستچه، نه چیزی که ما نمیتونیم خوب ببینیم تمام میشه. آره این هم هست، خیلی منطقیه دیگه. نه درسته، سه تاشون هم میتونه باشه کاملا منطقی. این اگه معنی کنی کلماتو بدونی، تا اینجا همه سوالا رو شد با معنی زد. یعنی کلمه ببر بالا، دنبال نمیدونم حفظ کردن یه سری سوالا حفظی، ولی سعی کن به جای اینکه حفظ بکنم نمیدونم این شکلی بشه اون شکلی بشه، نه، کلمه یاد بگیر، سطح زبان رو یک کمی ببر بالاتر، حداقل تو سوالات گواهینامه ببینی که چقدر راحت تر میتونی از پسش بر بری و اصلا غول بیشاخودمی نیست، چیز عجیب غریبی نیست، خیلی راحته، منطقیه، یعنی مثل خودشون یه ماشینی فکر باید بکنی. Sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit hochbeladenem Anhänger. پشت یه ماشینی داری میری، آنهنگا دیدی تو خیابون اتوبان داری میری پشت بعضی ماشین یه چیزی وصله، به میگن آنهنگا. میگه پر شده، اونو بار زده، پر کرده و داره میره. womit müssen Sie rechnen؟ ببینید mit etwas rechnen چندین بار داره تکرار میشه. احتمال چی رو داری میدی؟ حواست باید به چی جمع باشه. خب ما کلماتش هم بیاریم اینجا که همزمان حواسمون به این موضوع هم باشه. خب ببینید بلادونگ، بارگیری، اینا هم نمیشه. خب
سوال اول میگه که vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile der Ladung herunterfallen. میگه حواسون به قبل از این باشه که ممکنه که تو وقتی که ترمز میزنه یا میخواد دور بزنه بپیچه این ور اون ور، یه بخشی از اون چیزایی که بار زده بریزه. آره احتمال داره دیگه، نه؟ herunterfallen بشه. نوشتم اینجا براتون herunterfallen افتادن. بعد میگه که die Blinker können verdeckt sein. بچه verdeckt یعنی پنهان شدن. میگه اون بلینکا، اون چراغاش ممکنه که پنهان شده باشه و تو نبینیش. So dass schlecht zu erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will. آره دیگه ممکنه بار زده باشه و افتاده باشه حالا یکمش رو چراغا اینا. Der Zug hat wegen der Beladung einen besonders kurzen Bremsweg. میگه که به خاطر اون باری که زده بچه wegen der Beladung. Beladung یعنی بارگیری. به خاطر بارگیری اینا einen besonders kurzen Bremsweg. مسافت ترمزش کمه. نه دیگه چون ممکنه سنگین باشه، ممکنه که ترمزش بیشتر کش بیاد چون سنگین تره. پس اگه دقت بکنیم منطقیه. ببین ترجمه کنی کلماتو در بیاری. تا اینجا ما همه رو با ترجمه جواب دادیم، مثلا هیچ رمز و جادو اینا نزدیم. اگر دوست داشتید این جزوه را داشته باشید با یه حمایت مالی کوچیک، اونایی که تو آلمان هستن از buymeacoffee.com/dimolingo میتونید ما را یه حمایت مالی خیلی کوچیکی بکنید. ایمیلتون رو بزنید و دسترسی این فایل پاورپوینت به شما داده میشه و بتونید کلش رو داشته باشید. آنلاین هستش، بهش اضافه میشه، کاملتر میشه. اصطلاحات، کلمات، تابلو همش توی اینجا هست، حدود 30 تا بوگن و اینا. و اونایی که ایران هستن از طریق hamibash.com/demo میتونن ما رو حمایت بکنن. آدرس هر دوتاش توی دیسکریپشن برای شما نوشته میشه. و اگر دنبال دوره‌های زبان آلمانی هستید از سایت dimolingo.ir میتونید این دوره ها رو راحت با تخفیف خوب A1, A2, B1 و B2 دوره ها رو تهیه بکنید. پس buymeacoffee.com Dimolingo، هامی باش و dimolingo.ir. خب سوال بعدی میگه که auf meiner Fahrtroute befindet sich ein Tunnel. آقا داری میری یه تونلی سر راهته. Was sollte ich wissen? چی باید بدونم؟ Ich kann darauf vertrauen, dass im Notfall immer rechtzeitig Hilfskräfte zur Stelle sind. خب چند تا کلمه داره، بریم کلماتشو بررسی بکنیم. فاقوتا رو که گفتیم، Notfall که نه، Hilfskräfte منظورش نیروهای امداده. rechtzeitig به موقع. خب rechtzeitig به موقع، Hilfskräfte نیروهای امداد. خب میگه که چی؟ باید حواسم به این باشه که به موقع چی؟ اونجا باشن نیروهای امداد. آره یعنی باید به این اعتماد بکنم که نه، الان که ظرفی کنم نه. چرا؟ چون ممکنه ترافیک باشه، ها یه مشکلی پیش بیاد. Ich kann darauf vertrauen. میتونم به این اعتماد بکنم که das ایما. ببین اگه اون ایما نبود میشد این کارو کرد، ولی اینجا میگه همیشه اونجا باشن. نه، ممکنه که نرسن، ممکنه که حالا خیابون بسته بشه، اتفاقی بیفته و اینا نتونن بیاد حالا و به موقع نرسن. مثلا Ich sollte wissen, wie ich mein Fahrzeug abstelle und verlasse, wenn ich nicht mehr weiterfahren kann. بچه abstellen یعنی چی؟ یعنی پارک کردن، نه پارک کردن ماشین. میگه که باید بدونم که چطوری ماشینم رو پارک بکنم و ترک بکنم. wenn ich nicht mehr weiterfahren kann. آره خب باید اینو بدونی دیگه که چجوری پارک بکنی و چجوری بری. Ich sollte wissen, wie Fluchtwege im Tunnel ausgewiesen sind. نه بچه ausgewiesen یعنی مشخص شده. Fluchtwege یعنی مسیرهای فرار. که باید بدونم که اون مسیرهای فرار اینا چطوری علامت گذاری شدن و اینا. آره اینم باید بدونیم. ببینید ترجمه کردیم، معنی کردیم، کار رو در آوردیم. همینقدر راحت. Wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1 Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? آقا اینجور سوالا رو باید حفظ بکنی دیگه. یعنی این اصلا منطق و اینا نداره. یعنی این سوالا باید حفظ بکنی. خب چاره‌ای هم نیست. میگه که چقدر طول میکشه به صورت کلی که 1 پرومیل الکل تو خون چی بشه؟ abbauen بشه. بچه abbauen یعنی اینکه
تجزیه بشه، دفع بشه. نه چقدر طول میشه که اونقدر الکل تو بدن دفع بشه؟ خب این سوال باید حفظ بکنی دیگه. 10 Stunden 10 ساعت طول میکشه. خب یعنی این سوال منطق و اینا نداره، اینو حفظش بکن. یه پرومیل الکل 10 ساعت طول میشه که اباون بشه، تجزیه بشه تو بدن. بعدی میگه که Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet. اگر جلسه قبلی دیده باشید ما sich einordnen رو یاد گرفتیم، یعنی که بیای توی لاین دیگه ای. اینو معنی رو میده. میگه به صورت اشتباه بچا irrtümlich یعنی که به صورت اشتباه، به صورتی که اشتباهی وارد یه خط دیگه ای شدی. ها اینجا داری میری و وارد یه خط دیگه ای شدی. Möchten aber nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig؟ اما رفتی میخوای بری راست. آقا این ایرانی رو رانندگی نمی‌کنیم میخوام برم راست بس میپیچم میرم راست. اولا که به تابلوها خیلی باید خوب دقت بکنی، ولی یه نکته هم کلیه کلا در ذهنت به صورت کلی داشته باش. حالا شرایطش ممکن فرق کنه، ولی به صورت کلی یهو نمیتونی مسیر عوض بکنی. از ذهنت بیار بیرون. اتوبان رو رد کردم دنده عقب بیام تو ایران از این کارا میکردم، یهو دارم میخواد بیام و راه مال منه و حالا اشتباه رفتم دیگه. از این حرفا نداریم. اینو بیس تو ذهنت قرار بده. گفته که ich wechsle vorsichtig in den rechten Fahrstreifen. نه اومدی چپ؟ vorsichtig شو با دقت و اینا حواست باشه گول این کلماتو نخوری. نه. Ich fahre geradeaus weiter und biege im Kreuzungsbereich im Rechtsab. نه. پیچیدی چپ دیگه. Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab. میرم یا میپیچم به چپ. دیگه رفتی. برو تا یه راه دیگه مپو بزن پیدا بکن. دیدید همینقدر راحت. خب یه فیلم دیگه میبینیم ما 5 بارش هم شما یعنی میبینید، اما یه بار اینجا ببینیم چه خبره. داری میری پشت یه پرشیا کرج زنون انداخته داره نور بالا میزنه راه بدیدش. خب پشت ماشین داره میاد شبیه پرشیا گلبهی‌طوره، یه دوچرخه اونجاست، تو هم میخوای بپیچی چپ، میخوای بپیچی چپ، یه ماشین از اون ور داره میاد، دوچرخه که رد شده. خب اینجا تابلویی هم نداشت دیگه، اون قانون حق تقدم راست به چپ اینجا حواسمون باشه. اگه تابلو نداشت اینو همیشه تو ذهنمون ما داریم که راست اولویت داره و حق تقدم داره به چپ و اینا، مگر اینکه حالا یه سری تابلوها و اینا باشه و اینا. میگه که warum müssen Sie jetzt anhalten؟ چرا باید اینجا وایسی؟ wegen der Straßenbahn. ببین از روبروت هم داره Straßenbahn میاد. آره دیگه اگه بری میزنه که میمیری دیگه، این دیگه واضحه. wegen des Radfahrers دو چرخ سواری که رفت، اصلا چرا باید وایسی؟ wegen des weißen PKWs. نه ربطی به اونم نداره، اون اونجاست و تو میتونی بپیچی، فقط به خاطر اون Straßenbahn است که باید چیکار بکنی؟ باید وایسی. بله همینه، دقیقاً درستش همینه. خب سوالا رو اینجا همه رو گفتیم. خب بریم سوال بعدی. خواستم کلمه‌ای داره نگفته باشه. خب این هم از اون سواله که یه کمی یه جورایی باید حفظش بکنید دیگه. گفته که Sie suchen nach einer Parkmöglichkeit am rechten Fahrbahnrand. میگه که دنبال یه جایی میگردید، Parkmöglichkeit nach rechten Fahrbahnrand. خب Fahrbahnrand یعنی حاشیه چی؟ خیابون. امکان میگه دنبال پارک میگه تو حاشیه خیابون و این حرفا. rechts neben ihr Fahrbahn befindet sich kein Radweg. میگه سمت راستتون هم نه Radweg که وجود نداره. Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen Sie nicht parken؟ چند متر قبل پشت oder hinter einer Kreuzung اجازه ندارید پارک بکنید. 5 متر بچه جواب این سوال، نه 5 متر. اینو یاد بگیرید تا 5 متر قبل و بعد از تقاطع و ورودی خیابان ها. منظور معلومه است که خیابونا به هم رسن منشعب میشن. اگر در سمت راست قیمت دوچرخه ساخته شده باشد پارک کردن این از این تا 5 متره. خب اینجا گفته بود که چی؟ kein Radweg. خب ولی اگر یه مسیر دوچرخه باشه تا 8 متر قبل. نکتهش اینجا بود که اینجا میگفت چی؟ kein Radweg. اگه Radweg باشه باید 8 متر. حواستون به این موضوع باشه.
این نکات هم تو این جزوه هست که گفتم چه شکلی میتونید تهیهش بکنید. تو هامی باش یا بای می کافی ما روی حمایتی بکنید. خب بریم سوال بعدی. Ein Bahnbediensteter schwenkt an einem Bahnübergang eine rote Leuchte. Was bedeutet das? خب بریم این کلمه‌ای داره که ما بخوایم بررسی بکنیم اینجا. Bahnbediensteter کجا رفتیم؟ یعنی اینکه کارمند راه آهن. میگه کارمند راه آهن شونکن، این تکون دادن، داره تکون میده یه چراغ قرمزو. خب یعنی آقا یه چیزی هست دیگه. ببین باز همین چی منطقیه. Die rote Leuchte hat für sie keine Bedeutung. که برات معنی نداره. نه آقا خل نیستش که وایس اونجا تو چراغ قرمزشون روی من قرمز همیشه معنی داره، خطره. Sie müssen vor dem Bahnübergang warten. میگه که باید قبل از Bahnübergang وایسی. Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren. رد بشی. میگه میتونی اجازه داری با دقت از اون گلایس رد بشی. نه آقا داره علامت میزنه باید وایسی دیگه. چی رو رد بشم؟ وایسا. Ein Radfahrer. ببین تا اینجا سوالات دو تاش حفظی بود، اون فاصله و اون الکل. بقیهش با ترجمه دونستن کلمات میتونید حلش بکنید و یکم صبر و حوصله و آرامش. Ein Radfahrer möchte ohne abzusteigen. یه دوچرخه‌سوار نمیخواد از دوچرخش پیاده بشه بدون اون auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. میخواد آقا پیاده نشه، پا بزنه رد بشه خیابون. Wie verhalten Sie sich؟ حواستون همیشه به دوچرخه‌سوار و پیاده و اینا باید باشه. اینا خیلی باید مراقبشون باشید. Ich hupe und fahre vor dem Radfahrer weiter. این ایرانیشه. بوق میزنم فاق فوادم قبلش رد نه یا حق با منه. نه این کار رو نمی کنیم. دوچرخه است وایسا. مراقب این داستان باشه. Ich bremse erst kurz vor dem Fußgängerüberweg ab. ببین این خیلی تریکیه، یعنی نکته داره. میگه که برمزه میکنم erst kurz. اینم ایرانیه، میچسبونم بهش اونجا نزدیکش ترمز میزنم. نه. Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren. اینه درسته. اجازه میدم که رد بشه. آقا نمیچسبونم بهش یا بگم من باید برم. مراقب بود. حواست باشه. Wie können Sie auf der Autobahn Hilfe anfordern? بچه anfordern یعنی تقاضای کمک کردن و اینا. نه مثلا من سوال اینجا بیارم. Hilfe anfordern این درخواست کمک کردن. میگه چطوره میتونی توی اتوبان درخواست کمک بکنی؟ über Notrufsäulen. یه سری ستون ها هستن. زایله یعنی ستون. نه میگه از طریق اون نوتروفزایله ها. آره. über die Telefonnummer. این از طریق این دوتا تلفن. آره یادت باشه. über Autobahn Raststätten. یعنی از طریق اون جایی که تو اتوبان هست میتونی استراحت بکنی و اینا. میگه از طریق اونجا هم میتونی. آره هر سه دو گزینه ممکنه و شما میتونی همونجا درخواست کمک کنی. اینم منطقی بود. خب یه جاده است، یه عکس اینجا میگه که welches Verhalten ist richtig. نه؟ خب نگاه بکنید. شما دارید میرید راه مستقیم، تابلوی نداریم. ببین باید این شکلی بررسی بکنی برای خودت. داری میری، تابلوی وجود نداره، حق تقدم راست و چپ، یعنی اونی که راست میخواد بره حق تقدم با اونه چون تابلو نداره. پس یعنی اینجا فعلا تو حق تقدم داری و میتونی بری. کامیونه میخواد بپیچه اونور. رانندهشو نگاه کن، تو سمت راستشی، یعنی حق تقدم با توه چون تابلو نداره. پس تو راست اولویت داره. اوکی؟ پس تو میتونی بری تا اینجا. حق تقدم میتونی تا اینجا تو میتونی از کامیونه زودتر بری و راهت هم مستقیمه. اوکی؟ دو چرخه هم میخواد بپیچه به اونور. پس تا اینجا اگه نگاه بکنید راست دوچرخه هم چی میشه؟ باز شما میشه. یعنی تا اینجا شما حق تقدم همه جوره با شماست. ما میتونید همه جوره اینو رد بکنید. تا اینجا شما اجازه دارید اولین نفر برید. Ich darf als erste die Kreuzung überqueren. اجازه دارم که به عنوان اولین نفر از Kreuzung رد بشم. Richtig? Ich muss den roten LKW abbiegen. میگه باید. نه. حق تقدم با منه. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. باید اجازه بدم دوچرخه رد بشه. نه من اینجا حق تقدم دارم چون
rechts vor links دیگه، نه راست حق تقدم داره به چپ. تابلوی هم نیست، منم که دارم مستقیم میرم. با این استدلال ببینیم درست داریم میگیم؟ بله درست داریم میگیم. استدلالمون این شکلیه و کارو دروردیم. خب سوال بعدی. این سوالم خیلی چالشیه و پر از چالش و ایناست. گفته که wie verhalten Sie sich richtig. خب نگاه بکنید، این سوال میخوایم این شکلی با هم حل بکنیم، کلماتشو در بریم، تابلوها رو هم بررسی بکنیم و بعد حل بکنیم. دوباره همین بحث پیچیدن و ایناست. شما این راننده‌ای میخوای بری به چپ، اون قرمز این ورید میخواد بیاد تو راه شما، کامیون هم که میخواد بره تو اون وری که دارید میبینید. اما اینجا اگر این تابلو نبود میگفتیم آقا راست به چپ و اینا، تحلیلش میکنیم، کارو در میوردیم. اما اینجا دو تا تابلو داریم، اون تابلو زرده نه و این تابلو که داریم میبینیم. بریم ببینیم این تابلوها چی هستن. اولین تابلویی که داریم میبینیم این تابلو هست، این تابلو زرد است. بهش میگه اسمش چیه اینه بچه‌ها؟ Vorfahrtstraße، یعنی خیابون دارای حق تقدم. یعنی چی؟ این تابلو به این معناست که خیابانی که شما در آن رانندگی میکنید حق تقدم دارد، نه؟ یعنی در تقاطع‌ها خودروهایی که از خیابان‌های فرعی وارد میشن باید به شما راه بدن. یعنی این تابلو رو یعنی حق تقدم با توه. اون مثلث برعکسه که میبینید یعنی حق تقدم با تو نیست، برعکس اینه. پس این یه تابلو ما اینجا دیدیم، یعنی تا اینجا آقا حق تقدم با منه تو این خیابون. اما زیرش یه تابلو دیگه از لعنتی، از این تابلوی عجیب غریبه که این شکلی معمولا زیاد میبینیدش، اما اینا تکی نمیه، معمولا با یکی از این حق تقدم و اینا میاد. به اینا میگن abknickende Vorfahrt. اسم این تابلو اینه، abknickende Vorfahrt. خب ببین یکی ضخیمه، چند تاش نازکه، نه؟ خط ضخیم روی تابلو نشون دهنده خیابون دارای حق تقدم است، در حالی که خطوط نازک خیابان‌های فرعی بدون حق تقدم را نشون میدن. یعنی شما اون مشکی پررنگا حق تقدم با شماست، ولی تو اون کوچیکا مثلا اگه مستقیمه تو حق تقدم نداری. یا مثلا سمت چپی رو ببین، دو تا داره، مستقیم و سمت راست، یعنی تو حق تقدم نداری، عصبانیه. یا این یکی سمت چپ تو حق تقدم نداری، ولی اگه بخوای بری اونوری تو اون مسیر ضخیمه بخوای حرکت بکنی تو حق تقدم داری، نه؟ پس این شکلی میشه مثلا توی این keine Vorfahrt، سمت چپیش keine Vorfahrt، اما Vorfahrtstraße اینطوری که میتونی بری، یعنی تو اون خط ضخیم حرکت بکنی، تو حق تقدم رو داری. اما بریم سوالاشو دونه دونه بررسی بکنیم. گزینه اول گفته بود که بریم یه بار ببینیم اینا رو. Ich darf erst nach dem blauen LKW fahren. خب یه بار دیگه بریم حالا جاده رو بررسی تحلیل بکنیم. خب این شکلی وایسادیم. خب اون زرده که حق تقدم رو داره به ما میده. اوکی. بعد گفتیم این پررنگه، یعنی اگه ما می‌خواستیم بریم اونور حق تقدم با ما توی جاده اصلی هستیم که حق تقدم رو داریم و اگه بخوایم بریم اونور هم باز حق تقدم رو داریم، یعنی اینکه توش هستیم حق تقدم رو داریم. ولی اگه بخوایم بریم چپ دیگه داریم ترک میکنیم این جاده رو و دیگه اون حق تقدم با ما نیست، حق تقدم با اونی که اونورتره. کامیون آبیه میخواد بره اونور، یعنی میخواد بره توی جاده که چیه حق تقدم اینا داره، یعنی داره از فرعیه یه جوری وارد اون اصلیه میشه. قرمز هم که چی میخواد بیاد اینور. اوکی. خب ich darf erst nach dem blauen LKW fahren. میگه چی؟ میتونم چیکار بکنم؟ فقط بعد از blauen LKW حرکت بکنم، نه؟ چون ببین این غلطه، چون شما در خیابان اصلی هستید و مستقیم نمیرید بلکه میخواید بپیچید، یعنی از خیابون اصلی خارج بشید، نه؟ اوکی؟ میگه که بعد از نه ich darf erst nach dem blauen LKW، یعنی LKW میخواد بره اونور، میگه سری بعدش برم، نه بخوای برای خیابونی که حق تقدم با تو نیست. بعدی میگه که ich muss den roten PKW durchfahren lassen، میگه باید اجازه بدم که اون خودرو قرمزه رد بشه. درسته این. خب ایناشش چون که چی؟ چون ماشین قرمز از روبرو داره میاد تو مسیر اصلیه و تابلوی abknickende Vorfahrt برای اونم هست دیگه، نه؟ بعد تو امتداد مسیر اصلی میمونه و اگه بخوایم بریم باید به راهش پایم، نه. پس این هم درسته، داریم تو مسیر اصلی حق تقدم داره و این میتونه جواب درستی باشه برای ما.
پوشش این آشش. Ich darf vor dem blauen LKW fahren. میگه چی؟ میگه میتونم قبل از blauen LKW حرکت بکنم. خب چرا درسته؟ چون شما تو خیابون اصلی هستی و کامیونه داره از فرعی میاد. اوکی؟ کامیونه داره از فرعی میاد و تو توی خیابون اصلی هستی. پس حق تقدم با توه. چون تو خیابون اصلی هستی حق تقدم داری. تابلو هم دیدی اون داره از یه فرعی میاد. پس میتونی قبل از بلاون الکاوه هم حرکت کنی. اوکی؟ چند بار ببینید یه ذره پیچیده است به خاطر اون تابلوهای لعنتیشه. abknickende. خب و اینم قانونش دیگه، یعنی der Gegenverkehr und damit der rote PKW hat Vorgang. حق تقدم دارن. Die abknickende Vorfahrtsstraße soll verlassen werden. باید ترک بشه. Trotzdem besteht immer noch das Recht auf Abfahrt. Das heißt, der blaue LKW ist wartepflichtig. همین حرفایی که زدیم این آلمانیش بود، یعنی باید وایسه. نه؟ چرا؟ چون Vorfahrtsstraße soll verlassen werden. Trotzdem بنابراین این شکلیه. یعنی از یه مسیر اصلی میخواد بیاد. تابلوهاش هم اینجا همه رو گذاشتم و توضیحات لازمه رو هم دادیم. سوال چالشی بود به خاطر تابلوها و اینا، ولی یاد بگیرید تابلوها رو بدونید خیلی راحت میتونید دیگه تحلیل بکنید و این چیزا. خب گفته که Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. بچه Schaltgetriebe هم دنده رو داره میگه دیگه، نه مانوئل دستی، گیربکس دستی. منظورش اینه که با یه ماشین داری میری، ماشین سنگین، دندش هم دستیه. این تابلو چیه؟ تابلو شیبو داره نشون میده دیگه، نه؟ Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen richtig? Ich schalte gegebenenfalls in einem niedrigen Gang. بچه اینجا معنی ها رو نوشتم. Gang یعنی دنده، نه؟ gegebenenfalls یعنی که در صورت نیاز، در صورت لزوم. میگه در صورت لزوم دنده رو niedrig کم میکنم. اوکی؟ آره دیگه دنده سنگینش یعنی میکنم. Ich schalte stets in einem höheren Gang. stets یعنی همیشه. همیشه میگه دنده رو میبرم بالا، یعنی سبک میکنم. نه، شیب داره به موتور و اینا فشار نمیده. Ich befahre vorsichtig dieses Gefälle. بچه حواستون باشه Gefälle یعنی چی؟ یعنی سرازیری. اما این سرازیری نیست دیگه، این برعکسشه، رو به بالا داره میره. نه، شیب داره، شیب رو به بالا. Gefälle شیب رو به بالا، شیب رو به پایین هم جلو شیب رو به بالا رو میخونیم. Gefälle شیب رو به پایین. از gefallen یادتون بشه افتادن اینا، حرکت کردم. میگه که چی؟ من این سرازیری رو با دقت حرکت میکنم. نه، داری میری بالا، اصلا سرازیری نیستش، گمراه نشو، حواست باشه به سوال. خب سوال بعدی، wann müssen Sie blinken؟ کی باید راهنما بزنی؟ عکس رو نگاه بکنید، اون تابلو مثلث برعکس است، یعنی حق تقدم برای تو نیست، برای اون بریاست، برخلاف اون زرده که الان دیدیم. اونم که میدونه beim Verlassen des Kreisverkehrs، وقتی که میدون رو داری ترک میکنی باید بگی که کدوم سمت میخوای بری. اوکی؟ بعد بگی، اعلام کنی چپ میخوام برم، راست میخوام برم، مستقیم میخوام برم، چیکار میخوام بکنم. beim Einfahren in den Kreisverkehr، دیگه تو میدون مشخصه دیگه، نمیتونی که سمت چپ بپیچی، بنابراین راهنما اینجا لازم نیست. حواست باید باشه گول نخوری. این خیلی منطقی بود، این سوال مهد کودکی بود به نظر من. worauf weist dieses Verkehrszeichen hin؟ بچه این علامته یعنی این که auf das Ende eines Verkehrs beruhigten Bereichs، این معنی رو میده. این تابلو این معنی رو میده، نه؟ یعنی اینم باید از اون سوال است که چیکار بکنید. این تابلو هم نوشتم براتون، Vorfahrt gewähren یعنی حق تقدم رو بدی. فرقش با اشتوب چیه؟ تو اشتوب باید کامل توقف، نوشته که چی؟ در تابلو Vorfahrt gewähren لازم نیست کامل توقف بکنید، ولی تو اشتوب و اینا این شکلیه، نه؟ یعنی این تابلو خلاصه حق تقدم، حواست باشه. منطقه آرام ترافیک Verkehrs beruhigter Bereich، می‌خواستم اینو بگم. آره این تابلو اینه، حفظش بکن. میگه پایان اینجاست.
Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. این قسمت قبلا هم داشتیم با یه دنده دستی. Welches Verhalten belastet die Umwelt؟ میگه چه رفتاری آسیب میزنه به چی؟ به محیط زیست. Belasten یعنی آسیب زدن. Einfahren bergab in hohem Eingang. اون ور چه خوندیم؟ گفله سرازیری بود. bergab برگاب یعنی سرازیری بچه ها، نه؟ میگه که چی؟ میگه یه سرازیری رو این هوهم گنگ با دنده بالا، یعنی دنده سنسان با دنده سه بری، دنده چون خب در میره از دست دیگه، سرعت بالا، اینم سر بری، بس این غلطه، نباید این کار رو بکنی، نه؟ ein ungleichmäßige Fahrweise بچه gleichmäßig یعنی که رانندگی ناپایدار و اینا، بعد رانندگی بکنیم. ein häufiges Gas geben beim Warten an der Ampel. میگه که همینجوری گاز بدی پشت چراغ وایسادی. نه اولیه نمیشه، من چرا اولی تیک زدم. einfahren bergab in hohem Eingang سریع داریم، خطرناکه ولی به محیط زیست و اینا که آسیبی نمیزنه، ممکنه برای خود خطرناک باشه. میگه که همینجوری پشت چراغ گاز بدی. آره مشخصه دیگه این کار نباید بکنیم. خب بعدی womit müssen Sie in dieser Situation rechnen؟ ببین womit انتظار چی رو باید داشته باشی، احتمال چی رو باید بدی اینجا. Kinder laufen auf die Fahrbahn. آره بچه این ور اون ور داره راه میره و ممکنه بپره وسط خیابون. Personen steigen zur Fahrbahnseite aus. میگه که اون آدما ممکنه بیان تو مثلا خیابون اینا. آره دیگه مثلا ممکنه که تو ماشین نشسته باشه، احتمال اینو باید به دیگه در وا کنه بپره، پس اینم منطقیه. Es folgt ein Fußgängerüberweg. نه اینو نمیتونیم خیلی احتمالش بدیم و اینا، چیزی هم نمیبینیم، تابلو این حرفایی هم نمیبینیم که این چیزا رو بگه. این دوتا بس منطقی داره. سوال 22 بریم فیلمو ببینیم. جاده برفی دارش گذاشتی، سیاش قماشی داری گوش میکنی، میری برف و بوران، یه سری تابلو 400 متر اینا، یه توجه ریزی میکنی. یه ماشین از سمت چپت داشت میومد، یه تراکتور داره میاد، جلوت یه تیکه برف بود، جلوت یه تیکه برف بود، یه ماشین هم داشت از این ور میومد. خب میگه که Verhalten چجوری باید درست کنی؟ Ich wechsle jetzt nach links. بری لینکس که میری تو شکم تراکتور رو یا میزنی به اون رانندگی که میخواد سبقت بگیره. Ich verzögere weiter. سرعت رو کم میکنیم. verzögern رو قبلا داشتیم، اونایی که قبلا خوندن با ما جزء قبلی رو داشتن دیدن این کلمه رو. Ich warte vor dem Hindernis. Hindernis هم که اون برف، میگه پشت اون وای میستم، که اینم منطقیه، خیلی منطقی، واقعا منطقی هم چی. befahren eine schmale Allee. Was müssen Sie beachten؟ میگه داری توی یه دونه کوچه تور، یه کوچه باریک راه میری. بچه اله یعنی یه کوچه تور، ما تو فارسی شاید کوچه ترجمهش بکنیم، ولی اینجا خیابونه باریک همون شبیه کوچه است، ولی کنارش یه سری درخت و اینا هستن. این مهمه، این تو این ترجمه درخت و اینا اهمیت داره تو سوال. میگه که به چی باید حواست باشه؟ Ich muss innerhalb der halben von mir übersehbaren Strecke anhalten können. یعنی میگه باید بتونم تو نیمی از مسیری که میتونم ببینم بتونم چیکار بکنم؟ anhalten کنم، توقف بکنم. آره؟ Ich muss bei Gegenverkehr gegebenenfalls anhalten. بچه gegebenenfalls رو اینو خوندیم، در صورت لزوم. میگه که باید در صورت لزوم بتونم چیکار بکنم؟ دوباره وایسم Gegenverkehr رو اینا. Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch Baumwurzeln rechnen. بچه Baumwurzeln ریشه درخت رو داره میگه. خب بعد Fahrbahnrand یعنی که کنار خیابون، حاشیه خیابون. اون Ebenheiten یعنی که ناهمواری ها و اینا، نه؟ چون درخت و اینا گفتیم داره دیگه. اگه اینو ندونی میگه خب مثلا چی میداره؟ میگه باید بتونم چی؟ توی حاشیه دوش بام رشتن، یعنی بتونم سری ناهمواری اینا رو که نمیتونم ببینم به خاطر ریشه درخت اومده مثلا بالا و اینا، تو حاشیه اینا رو چیکار بکنم؟ رشتن، میترشتن، احتمال بدم این چیزا رو. اینم بس میشه. سوال 24 بریم فیلمو ببینیم. داریم میریم، موزیکو گذاشتیم.
یه ماشین داره میاد، فعلا تابلوها رو نگاهی میندازیم ببینیم که برامون اهمیت داره یا نه. 200-300 متر. بعد یه ماشین قرمز داشت از جلو میومد. چندین بار شما ببینید خواه یه ماشین قرمز داشت از جلو میومد. بعد میگه که weshalb müssen Sie jetzt auf den rechten Fahrseiten wechseln. چرا باید بری به سمت راست؟ خب مشخصه دیگه، به خاطر اون ماشین قرمز است. اصلا دیگه بقیه هم نمیخواد بخونیم. خیلی واضح بود. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 Meter Sichtweite. Wie lang darf Ihr Anhaltsweg höchstens sein? میگه توی خیابون خیلی باریکی دارید میرید، شمال یعنی باریک، نه؟ بعد میگه دیدتون 50 متره. چقدر حد اکثر اون انهالت ویگتون باید باشه، نه؟ اگه یادتون باشه 2 سال قبل ما دیدیم که نیمی از مسیر رو باید بتونیم هندل بکنیم. innerhalb der halben von mir übersehbaren Strecke anhalten können. نیمی از مسیر. یعنی اینجا اگه مثلا 60 متر بود میشد 30. اینجا میشه چی؟ میشه 25. اوکی؟ پس تو خیابونایی که انقدر باریکن جوابش اینه، نه؟ و امکان داره ماشین از روبرو بیاد، باید اونقدر آروم بریم که چی؟ حد اکثر بتونیم نیمی از مسیر قابل مشاهده توقف کرد. اینم از این. اینا رو یادتون باشه، یاد بگیرید، حفظ نکنید. اگه سوال شد 60 نگی خب اونجا 25 بود حالا اینجا چی بزنم، نه. نیمی از مسیرتون رو باید ببینید توی خیابونای تنگ. Wozu darf an nicht laufenden Parkouren gehalten werden؟ اون دستگاه‌های پارک و اینا هستن. میگه که nicht laufen یعنی پارک مترهای غیر فعال، نه؟ میگه که برای چی wozu darf an nicht laufenden Parkouren gehalten werden؟ zu einem kurzen Einkauf برای خرید نه، ولی تو ایران باشه هر جا دلمون میخواد میتونی پارک بکنیم. اینجا نه، اینجا به خاطر خرید کوچیک نمیتونی پارک بکنیم اینجا. zum ein- oder aussteigen پیاده و سوار شدن آره. zum beladen oder entladen یعنی تخلیه و بارگیری. منطقیه. was sollten vor Fahrtantritt prüfen؟ خب Fahrtantritt این دوتا پاک کنیم. Fahrtantritt یعنی که آقای سفر رو شروع بکنیم و میگه چه چیز رو باید مثلا سوار بشی، نه؟ تو فارسی میگین سکادرات، صندلی و نمیدونم آینه و کمربند و این حرفا. اینم یه چیزیه. Ich prüfe ob jede mitfahrende Person den Sicherheitsgurt angelegt hat. کمربند ایمنیشون رو بستن. Sicherheitsgurt anlegen یعنی کمربند ایمنی رو ببندن. اینجا angelegt بسته شده. Ich prüfe ob ich eine ausreichende Verkehrsbeobachtung sicherstellen kann. آره. نه. ausreichende Verkehrsbeobachtung دید کافی محیط ترافیک همه چی میتونم ببینم، زیشش اطمینان دارم، همه چی رواله. Ich prüfe ob ich die Zulassungsbescheinigung Teil 2 mitführe. این Zulassungsbescheinigung یه چیزی شبیه سند مالکیت خودرو توره دیگه، نه برگه ثبت نام این حرفاست که نه چرا باید همیشه همراه میشه، ممکنه گم بشه. منطقی تو سند ماشین تو همیشه میذاری جیبت میبری، نه دیگه. آره. In welcher Situation ist eine manuelle Auslösung des ECAL-Systems vorgesehen؟ خب اینجا کلماتشو در بیاریم. مانوئل آوسلوزینگ یعنی فعالسازی دستی. ECAL سیستم سیستم تماس اضطراری خودکار خودرو، یعنی خودکار خودش باید فعال بشه، ولی اینجا میگه که فعالسازی دستی، میگه کی باید تو چه شرایطی میتونیم دستی فعالش بکنیم. Wenn mein Fahrzeug eine Reifenpanne hat، پنچر شدی که نمیای اینو زنگ بزنی که عادیه. Wenn ich Zeuge eines schweren Unfalls werde، شاهد تصادف شدید باشم، آره منطقیه، دستی فعالش میکنی که خلاصه بیان چیز بکنن، نه؟ ECAL سیستم سیستم تماس اضطراری خودروها. ببین تهش چیز نوشتم که به صورت خودکار تو تصادف فعال میشه، ولی ممکنه یه وقتی فعال نشه. Wenn eine mitfahrende Person einen medizinischen Notfall erleidet. بچه erleiden یعنی که رنج بردن از چیزی دیگه، نه؟ یعنی میگه مثلا داره وضعیت اضطراری پزشکیه، مثلا یه حمله بیهوشی چیزی بهش دست داده، آره دیگه تو این دوتا فعالش میکنی که خلاصه بیان. خیلی منطقی، یعنی از این منطقی تر نمیشه.
Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällstrecke؟ میگه چطوری به صورت مطمئن از یه مسیر سرازیری چیکار میکنی؟ عبور میکنی، نه؟ Gefällstrecke. Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte. چیکار میکنم؟ میگه گازپدال vollständig پامو فشار نمیدم رو گاز، نه. Ich nehme das vollständig zurück und schalte in den Leerlauf. Leerlauf یعنی ماشین خلاص بکنی. میگه میذارمش تو خلاص، نه دیگه، داری سرازیری میری خلاص نمی کنی، نه. گازپدال رو zurücknehmen میکنی، خلاص نمی کنی. Die Zündung aus خاموش میکنی ماشینو. In einen Gang in dem ich wenig bremsen muss. توی دنده میذاری که خیلی نیازی نباشه ترمز بگیری. خاموش نمی‌کنی. خلاص ایران آره سرشی میندازی خلاص کنی. حواست باشه که نباید این کارو بکنی. و سوال آخر از این بوگن: Während der Fahrt merken Sie, dass Ihr PKW beim Bremsen stark nach links zieht. ترمز میزنی میکشه به چپ. ببر چپ با صافکار. و این چی میگه؟ سیبکت مثلا میشه. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich sollte nur mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren. با سرعت کم میری. Nur noch mit der Handbremse bremsen. فقط با ترمز دستی کار میکنی. نه پدر ماشین در میاری. یه ذره میکشه به چپ اما سرعت کم میکنی ادامه میدی. Meinen PKW umgehend in einer Werkstatt überprüfen lassen. سریع میبرمش یک تعمیرگاه کاری چیزی ببینه که چی میشه. تعمیرکار محلتون مثلا ببر که بدونه چه خبره. اوکی؟ اینم از اینه. کلمه خاصی نداشت که من بخوام اینجا اینو ترجمه بکنم. آره سریع میبریم اونجا و چیز بشه. خیلی منطقیه. بله اینم از سوال 30. خب همونطور که گفتم اگر دوست داشتید جزوه را داشته باشید ما رو توی Buy Me a Coffee آدرسش دیمولینگو هستش. buymeacoffee.com دیمولینگو تو کپشن میذارم و یا تو هامی باش حمایت بکنید. ایمیلتون بدید و دسترسی به این فایل سلاید ها داده میشه. همه 30 تا بوگن و الا بیشتر و اینا هم اونجا هستش. و اگر دوست داشتید آلمانی یاد بگیرید میتونید از طریق تایت دیمولینگو.ir یا .ir دوره‌های آموزشی رو تهیه بکنید. خیلی ممنون. مخلص شما دیما.